زمان قاجار زنها اجازه رفتن به مدرسه اون نداشتن و اولین کسایی که به دختراشون اجازه رفتن به مدرسه او دادن رشتیا بودن. این خبر به شهرهای دیگه رسید و همه میگفتن که رشتیا بی غیرتن که اجازه دادن دختراشون برن مدرسه، در صورتی که این نشون دهنده ارزش و احترامی بود که اونها به دختراشون میذاشتن. اسپانیا سالیان سال برای مسافرات توی کاروانسراهای اطراف شهر به دستور حاکم شهرشون آذوقه رایگان میذاشتن، تا اینکه توی اصفهان قحطی و خشکسالی اتفاق افتاد و حاکم شهر به اسپانیا دستور لغو این خدمات رایگان رو داد و مسافران ناسپاس از اونجا به بعد به اسپانیا لقب خسیس دادن، در صورتی که مهمون نوازی یکی از رکن‌های اصلی اسپانیاست. بعد از به تو بستن مجلس توسط محمد علی شاه، تبریزی علیه انگلیس قیام کردند و 6 ماه تبریز محاصره بود و قحطی و کمبود غذا بیداد میکرد. اما مردم تبریز تسلیم نشدن و پیغام فرستادن که درست غذا تمام شده ولی ما یونجه میخوریم و تسلیم ظلم نمیشیم. از اونجا به بعد همه جا پیچید که ترک‌ها